دوستان گرامی، سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان بیننده هستم تا این دهمین درس از سلسله درسامون پیرامون نجات عظیمی که در عیسی مسیح داریم رو خدمتتون تقدیم بکنم. من حالا یادم اومد که جلسه پیش درس رو شروع کردم و دعا نکردم. ای داود بی داود. حالا پس بیایید دعا بکنیم و درسمون رو آغاز میکنیم. پس دعا کنیم. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم به خاطر این ساعتی که تو بر ما مقدر فرمودی که درباره کلام تو یاد بگیریم و تفکر بکنیم. اینک ای خداوند، این ساعت رو تو بر ما مقدس و مبارک بکن. کمک بکن که ما خودمون رو به تو تقدیم بکنیم هر روزه بیشتر و بیشتر و تو در ما بیشتر و بیشتر کار بکنی. به نام عیسی مسیح، آمین. این درسای نجات شناسی رو من اجازه بدید یک بار دیگه خدمتتون یادآوری بکنم که 2 آیه کنترل کننده هستش که به صورت چتری این درسا رو در بر گرفته و این 2 آیه عبارتند از اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15 که میگه این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. و آیه دومی که باز عرض کردم مانند چتری تمام این درس‌ها رو زیر بر خودش گرفته، عبرانیان فصل 2 آیه 3 است که می‌فرماید پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم، یا به زبان فارسی سلیس امروزی اگه من این نجات رو از دست بدم غافل باشم چه خاک تو سرم بکنم. حالا ما این تفکر رو داشته باشیم، بیایم راجع به یک جنبه دیگری از نجات و اون هم تقاضای نجات و در واقع نجات به مثابه دریافت رحمت خداوند و عادل شدن تفکر بکنیم. چند تا موضوع مختلف و یک مسئله عیسی مسیح، من فکر کنم این موضوع رو خیلی قشنگ برای ما نشان میده و اون مسئله رو هستش که کلا 5 آیه من بخوام بخونم خدمتون و یک چندین مطلب خیلی مهم الهیاتی رو فکر میکنم از همین 4-5 آیه کلمات خداوند میتونیم درک بکنیم. عیسی مسیح بزرگترین واعظ جهان، بزرگترین واعظ تاریخ، وقتی که موعظه میکرد با 2 جمله خیلی حرفا میزد و کم گفت و گزیده گفت چون در و از اندک او جهان گشته پر. باب 18 انجیل لوقا، فصل 18 انجیل لوقا از آیه 9 تا آیه 14 من میخوام خدمتتون قرائت بکنم. و عیسی این مثل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد می داشتند که عادل بودند و دیگران را حقیر می شمردند، که 2 نفر، یکی فریسی و دیگری باجگیر، به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته 2 مرتبه روزه میدارم و از آن چه پیدا میکنم 10 میدهم. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، پس به سینه خود زده گفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. به شما میگویم که این شخص عادل کرده شد و به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر که خویشتن را فروتن سازد سرفرازی یابد. 2 گناهکار رو ما در حین دعا مشاهده میکنیم. یک گناهکاری هستش که به گناه خودش واقفه و اون گناهکاری که فکر میکنه که خیلی کارش درسته و از گناه خودش واقف نیست. 2 گناهکار رو ما میبینیم در مقابل خدا. یکی که با منش، با روش فروتنی و تقاضای بخشش به حضور خدا آمده، میگه رحم بکن، و اون گناهکاری که
جلوی خدا ایستاده و به قول معروف دو قرتونی میشن باقیه و خیلی هم داره به خدا به یک معنا میگه که خدایا چقدر تو خوش به حالته که من اینجا هستم. یکیشون فریسی بود و دیگری باجگیر. حالا این فریسی کیا بودند و باجگیر چه کسانی بودند؟ اگر که با کتاب مقدس عهد جدید آشنا باشید و یاد گرفته باشید، خب این حرفایی که من میزنم یک کمی تکراریه. بلند شید یه چای بگیرید، یه 2 تا تلفن بزن تا من این قسمت فریسی و باجگیر رو توضیح بدم، برگردید. اگه بلد نیستید گوش بکنید. اون زمان قرن اول میلادی چندین گروه مختلف در یهودیه بودن، در بین بنی اسرائیل بودن. یکیشون آدمایی بودن که خیلی مبادی شریعت بودن و تمام اصول شریعت رو مو به مو اجرا میخواستن بکنن. اینها گروهی بودن که به نام فریسی معروف بودند و به فریسیان میگفتن و انواع و اقسام هم داشتن و یه عدهشون هم واقعا آدمای خوبی بودن. ما در انجیل لوقا یه جایی میخونیم که فریسیان اومدن به عیسی هشدار دادن که دنبالتن، میخوام بگیرنت و فرار کن، از اینجا برو. و انواع و اقسام داشتن، ولی عمدتاً فریسی‌ها شدن سمبل افرادی که خیلی خشک مقدس هستن، خیلی تفکر مذهبی خشکی دارن و سنتی هستن و اینها دیگران رو یه مقداری پایین‌تر خودشون حساب می‌کردن و به خاطر این تفکر خشکشون، به خاطر اینکه خیلی تلاش می‌خواستن بکنن که مذهبی باشن، کسایی که کمتر تلاش می‌کردند رو قاطی به قول معروف آدم‌ها حساب نمی‌کردن و این یه غرور روحانی اونها رو گرفته بود. غرور چیز خیلی بدیه، بدترین نوع غرور روحانیه و غرور روحانی وقتی یه نفر رو بگیره بوی تعفنش آدمو خفه میکنه و واقعا آزار میده. ماهایی که آدمی آزار میشه چه برسه به خدا که از این غرور روحانی چقدر واقعا تعفنش خدا رو منزجر میکنه. حالا یک کسایی هستن در این دنیا مثل فریسی‌ها، در کلیساها مثل فریسی‌ها، که خودشون رو عادل میپندارند، فکر میکنن که دیگه نوبرش آوردن. اون زمان یه افراد دیگه هم بودن که اینها باجگیران بودند. اینا دیگه کیا بودن؟ ببینید، اسرائیل اون زمان تحت اشغال روم قرار گرفته بود و رومیان اومدن یک چیزی گذاشته بودند، سیستمی گذاشته بودند. آمدن شهرها و دهها و منطقه و محلهای مختلف تقسیم کرده بودند و میگفتن که مثلا محله مثلا حالا چون من که بچه تهران نیستم، خیابونای تهران هم بلد نیستم، میریم تو شیراز ملکه مثلا محله فلکه هنگ، من بچه فلکه هنگم، فلکه هنگ شیراز، میگفتن این منطقه باید مثلا در ماه اینقدر مالیات بده. بعد یکی از اون گندلاتای محل رو میبردن میذاشتن اونجا، میگفتن تو از این ملت باید مثلا سالی 20,000 تومان مالیات بگیری به روم بدی. اون گندلاته و چیکار میکرد؟ سالی 25 تا مالیات میگرفت، 5 میذاشت تو جیب خودش و مردم هم دیگه مجبور بودن بدن، چون اون اگر نمیدادن اون فرد لات میرفت به رومیان میگفت، اون قدرت نظامی روم دیگه همه مقاومت‌ها رو خورد میکرد. باجگیرا از چند نظر پس آدمای بدی بودن. یکی اینکه خودفروش بودن، رفته بودن خودشون رو به دشمن فروخته بودن و با دشمن مملکت، با بیدینا، با رومیای بت پرست همکاری میکردن. پس نه افراد خدا ترسی بودند، نه افراد وطن دوستی بودند و به ملت خودشون هم ظلم میکردن. پس اینا از هر نظر آدمای منفور بودن و نمونه، یعنی بدترین آدمی که ممکنه تو جامعه باشه باجگیرا بودن
و برعکس به اون آدمایی که میخواستن دیگه براشون قسم بخورن، میگفتن مثلا طرف دیگه خیلی کارش درسته و خیلی آدم مذهبیه و خیلی آدم متقیه، فریسی‌ها بودن. 2 گناهکار میرن پهلوی خدا در معبد، ولی به روش و منش این 2 توجه بکنید. فرد اول فریسی جلو میره، معبد مال همه است، خانه خدا مال همه است، مال همه یهودی هست، همه یهودی ها میتونستن برن، ولی فریسیه بر خودش اعتماد داره، بر کارهای نیک خودش اعتماد داره، بر تلاشهای خودش اعتماد داره، میره اون جلو وای میسه و هیچ کس نباید در نزد خدا انقدر گستاخ باشه، هیچ کس نباید در نزد خدا انقدر خود راضی باشه. اینو ما باید بدونیم. اگر نمیدونیم، من بهتون میگم به اقتدار کلام خدا بهتون میگم که لازمه که در مقابل خدا با فروتنی بریم جلو، نه با گستاخی از خود راضی. ولی اون فریسی با کمال از خود رضایت و با کمال گستاخی میره اون جلو و برعکس اون باجگیر اون عقب میایسته، با روحیه ندامت، با روحیه پشیمانی، با روحیه واقعا سرفکندگی. نگاه کنید به حالتهای این 2. ما در فن سخنوری و در فن ارتباطات از کلمات استفاده میکنیم. خب کلمات خیلی مهمه، کلمات قدرت داره، ولی یک کلمات دیگه ای هم هست که به زبون نمیاد ولی خیلی زبان قویه و اون کلمات بدنه. حالتهای ما خیلی پیام ها رو میتونه بده. مثلا بهش میگن، به زبان انگلیسی میگن body language، زبان بدن. وقتی که من قیافم و وجناتم و ادا اطوارام، خیلی پیام ها میتونن به شما بدن که واقعا شما دیگه مهم نیست من چی میگم. دیدید که مثلا یکی داره حرف میزنه ولی مثلا اینجوری چون دهنش گرفته اینجوری داره صحبت میکنه، این یعنی میخواد که آقا شما نفهمید من چی میخوام بگم، یعنی که من نمیخوام رازم به شما بیان بکنم، حالا حرفم بزنه ولی جلو صورتش گرفته. یا اینکه طرف میبینید که مثلا دستش اینجوری میاره بالا سرش اینجوری وای میسه. این چیه جریانش؟ این جریانش اینه که من خیلی بزرگم. دیدید حیونا وقتی میخوام با هم بجنگن، بعد مثلا نرای حیونا واسه جفتگیری که میخوام با هم بجنگن، این خودشون باد میکنن، گنده میکنن که مثلا من خیلی اباحت دارم و فلان اینا. این که دستا رو اینجوری میکنن بالا میارن، یعنی که من خیلی قویم، مواظب باش، من خیلی، و این احساس خطر داره میکنه ها. طرف که اینجوری حرف میزنه، داری با یه نفر صحبت میکنی، این دستشو بردی بالا سرش، یعنی این که داره به شما میگه من خیلی قویم، علتش اینه که احساس خطر داره میکنه. بادی لنگویج، این زبان بدن، زبان بدون کلمات خیلی مهمه. حالا نگاه کن زبان بدون کلمات این بابا، این فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد. ای فریسی قرار با کی دعا بکنه؟ با خدا دعا بکنه، ولی اون کلماتی که استفاده کرد داره با خودش دعا میکنه. انقدر خود عادل پنداره، انقدر در گناه خودش کوره نابینا هستش که وقتی که داره دعا میکنه این کلمات دعاش از خودش بالاتر نمیره، با خدا دعا نمیکنه، داره به خودش دعا میکنه. و چگونه خود عادل پنداره از کلماتش میبینیم. من اجازه بدید یک نکته رو که در این درس‌ها یه بار چند جلسه پیش صحبت کرده بودم یه بار دیگه تکرار بکنم که این کلمه عدالت در قاموس کتاب مقدس به معنی پارساییه، به معنی کسیه که خدا رو کاملا میتونه راضی بکنه با اعمالش. به معنای عادل کسیه که خدا از او راضیه و خدا از اعمال مذهبیش و از کارهای نیکویش کاملا مجاب شده و راضیه. ولی ما یک چیزی داریم به نام خدا عادل پنداری. این جناب آقای فریسی فکر میکرد که خیلی
عادله. میگن مثلا یه جوک بگم که کمی موضوع شل بشه. میگن مردایی که موهای سرشون اینجا داره تاس میشه خوشتیپ میشن. مردایی که اون پشت تاس میشه خیلی فکر میکنن. اونایی که خیلی اینجا و اینجا و همه تاس میشه فکر میکنن که دارن خوشتیپ میشن. حالا این بابا فکر میکرده که عادله، فکر میکرده که خوشتیپه، هیچ هم عادل نبوده، ولی با خودش داره اینجوری دعا میکنه. من این کارا رو میکنم، من هفته 2 روز روزه میگیرم، من 10 کمم میدم، دعا هم میکنم، مانند این آقای باجگیرم نیستم، حریص و ظالم زناکارم نیستم، پس دیگه حق دارم که با خدا اینجوری حرف بزنم. من در کار خدمتم توی کلیسا بسیاری شده که با افراد صحبت کردم و خب طبق معمول یه جوری صحبتی کشوندم به مسئله نجات و گناه و به مثلا گفتم که مسیح برای گناهان ما مرد و خب خانومه یا آقای گفته آخه بمیرم الهی مسیح مرد. بعد میگم خب به خاطر گناهان مرد. میگه واه من که گناهی نکردم که. این آقای فریسی هم اینجوری پیش خودش فکر میکرده که من که گناهی نکردم پس لازم نیست که جلوی خدا فروتن باشم. ولی یک گناهکار دیگه اون وسط بود، جناب آقای باجگیر. او دور ایستاده بود. بادی لنگویج نگاه کنید، اون زبان بدنش رو نگاه بکنید، سر خودش رو با آسمان بلند نمی کرد، با افتادگی به سینه خودش میزد. علامت ماتم، علامت عزا به سینه زدن. کسی که عزا داره به سینه خودش میزنه دیگه ها. به سینه خودش میزد و میگفت خدایا ترحم بکن، بر من گناهکار ترحم بفرما. و بعد وقتی این مثل رو میگه عیسی در آیه 14 ببینید چه به ما میگه. به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر. کلمات خیلی مهمه. عیسی نمیگه این شخص عادل عدالت رو به جا آورد. نمیگه که این شخص آدم عادلی هست، بلکه میگه این شخص عادل کرده شد. در نظر خداوند این شخص پارساست. چرا؟ چون به ترحم خدا، به فیض خدا دست انداخت، نه به اعمال خودش. و این آموزه‌ای که در تفکر مسیح هست و ما در این بحث نجات رو میخوایم بهش بپردازیم، آموزه نجات بر اساس فیض خدا هستش. آموزه نجات از طریق فیض، از طریق رحمت خدا هست، نه به خاطر اعمال ما. ما به خاطر اعمالمون عادل خوانده نمیشیم، به خاطر فیض خدا عادل کرده میشویم. این دوتا خیلی با هم فرق داره. خدا ما رو عادل نمیخوانه به خاطر اعمالمون، بلکه به خاطر فیضش. زمانی که ما به رحمت او با فروتنی استمداد میکنیم، دست میازیم، اون زمانی که خدا ما رو عادل میسازه. و این عادل کرده شدگی جان کلام نجاته. و از حالا به بعد ما راجع به این عادل کرده شدگی بیشتر صحبت خواهیم کرد و چگونه ما نجات پیدا میکنیم، چگونه عادل کرده میشیم. من میخوام چند نکته رو خدمتتون من باب نتیجه گیری عرض بکنم. 6 تا نکته رو میخوام در این 10 دقیقه که از وقتمون هست خدمتتون عرض بکنم. نکته اول، عدالت و پارسایی هدیه‌ای است که از جانب خدا داده میشه. ما به عدالتی که خدا رو کاملا راضی بکنه با تکیه بر اعمال بشریمون نمیتونیم برسیم. من نمیتونم کاری بکنم که خدا رو راضی بکنه. من این مثال رو چند جلسه پیش گفتم که وجود ما، اراده ما چنان به خاطر گناه
پیچیده شده، چنان معوجه، چنان کجه که از این خطکش کج وجود من نمیتونم استفاده کنم که خط راست بکشم. تنها کسی که میتونه از این خطکش وجود من برداره و با این کجی یه خط راست بکشه خدا هستش. من حتی محبت ها هم از خودپرستیمه. من خیلی موقع ها خیلی صادقانه میگم و فکر میکنم شما هم صادقانه بگید اگر که اعتراف میکنید که خیلی موقع ها ما خیلی کارهای خوبی که میکنیم واقعا قصدمون یگانه و پاک نیستش، بلکه همیشه با 2-3 تا موضوع دیگه قاطیه. من بچه‌مو خیلی دوست دارم، بچه‌هامو خیلی دوست دارم و خیلی ازشون مواظبت میخوام بکنم، خیلی هم میخوام براشون فراهم آوری بکنم و همه وسیلهشون رو تا اونجایی که بتونم فراهم بکنم. ولی چند تا دلیل داره، فقط به خاطر خود بچه ها نیست، بلکه ترس مادر بابای خودم و مادر بابای خانم ها هستن. از اینا مواظبت نکنم اونا پوست منو میکنن. ترس خدا هم هستش، خدا این هدیه رو من داده، من باید وظیفه‌ام انجام بدم، حالا چه این بچه ها خوب باشه چه خوب نباشه من مجبورم ازش مواظبت بکنم. ترس خودم هم هست، من اگه بچه‌م مریض بشه من زجر میکشم، من رنج میکشم. پس به خاطری که خودم شب تا صبح یا زنم شب تا صبح بیدار نمونه بالا سر بچه مریض، ما بهشون غذا میدیم بخورند و پوشاکشون رو مواظب هستیم و سرما که شد میگیم دستکش تو بکن، دست کلات رو سرت و شال گردن بپیچون و اینا. ما کانادا زندگی میکنیم، اونجا یه کمی سرد، طرف رفته و کانادا زنگ زد به خونه، مامانش گفتش که حسن کانادا چطوره؟ گفت خیلی خوبه اما اونجا باید کلاه و شال گردن و اینا باشه. چرا؟ چون محبت های من یه مقدارم از خودپرستیه. ولی تنها کسی که میتونه عدالت و پارسایی رو به ما هدیه بده کامل خدا است. نکته دوم، عدالت و پارسایی تنها از طریق فدیه عیسی مسیح به دست میاد. کسایی که گناه خودشون رو اعتراف میکنن و از ناتوانی خودشون برای جبران گناه خود آگاهن میتونن این عدالت رو دریافت بکنن. ما درباره دکترین آموزه ناتوانی بشر تفکر کردیم وقتی که اشعیا 59 رو میخوندیم. حالا این آموزه ببینید طولانی ترین مسیر جهان یک مسیر 40 سانتی متریه، مسیر بین این مغز و این دل. این مسیر یه مسیر خیلی طولانیه. زمانی که این مسیر طی بشه، زمانی که من اشعیا 59 رو بخونم و آموزه ناتوانی رو درک بکنم و بعد بفهممش، در قلبم قبول بکنم که بله من نیز ناتوانم، من نیز نمیتونم خودم رو عادل بکنم، با تمام نماز روزایی که گرفتم، با تمام انفاقی که کردم، با تمام خمس زکاتی که دادم، با تمام کارهایی که کردم، باز من در مقابل خدا یک گناهکاری بیش نیستم و نیاز به رحمت او دارم. و این رحمت رو فقط از طریق عیسی، طریق کار عیسی، طریق فدیه عیسی میشه دریافت کرد. نکته سوم، اون فدیه‌ای که عیسی داده برای همه نیست. چی شد؟ نه؟ مگه خدا نگفته که جهان را اینقدر محبت نمود؟ بله جهان را اینقدر محبت نمود که چطور بشه که اونهایی که به او ایمان آوردن هلاک نشند. کسایی که خودشون رو عادل میپندارند و این فدیه رو قبول نمی کنند، اون فدیه برای اونها نیست. فدیه خدا فقط برای کسانیه که با فروتنی اعتراف میکنن گناهان خودشون رو، اعتراف میکنن ناتوانی خودشون رو و اعتراف میکنن قدرت خدا برای نجات اونها و ترحم و رحمت و فیض خدا رو میخواند. ولی کسانی که خودشون رو عادل میشمارند، اون فدیه براشون بیارزشه و برای اونها نیست. نکته چهارم، غرور جایی در نزد خدا نداره. خدا از غرور خوشش نمیاد. خدا به دعایی که در فروتنی کرده میشه توجه میکنه. دعایی که با توأم با غرور باشه،
دعایی که توأم با خود عادل کرده شماری باشه در نزد خدا جای نداره. گوش خدا پاکتر از اونه که به دعای غرور گوش بده. چشمان خدا پاکتر از اونیه که به فرد مغرور نگاه بکنه. غرور خیلی خطرناکه. غرور روحانی بسیار بوی مشمئز کننده ای داره. برعکس فروتنی اون چیزیه که خدا میگه سر فروتنان رو بلند میکنه. و نکته پنجم، نگاهداری شریعت حتی رسیدن به بالاترین مراحل منازل اخلاقی، حتی بلندترین رتبات دینی، هیچ معادلی برای پارسایی و عدالتی که خدا هدیه میکنه نیست. در مقایسه با عدالتی که عیسی مسیح هدیه میکنه، عدالت‌های ما، پارسایی‌های ما، تقوا و منزه بودن‌های ما پشیزی نمیارزه. اشعیای نبی یک حرفی میزنه بسیار خطرناک، یک حرفی میزنه بسیار آدمو واقعا باید به فکر فرو ببره. وقتی که این حرف رو ما میشنویم باید موی دستمون سیخ بشه. و میگه چی؟ همه اعمال عادله ما مانند لته ملوث میباشد، مثل کونه حیز. کثیف‌ترین لباسی که ما میتونیم بر تن بکنیم این است که در حضور خدا بگیم من خیلی خوبم. بدترین حرفی که در حضور خدا میتونید بزنید. اعمال عادله ما و نماز و روزا و این کارامون در حضور خدا کثافته. این پنبه رو از گوشامون باید بیاریم بیرون. برعکس نکته ششم و نکته آخر اینه که خودپارسا انگاری، غرور، باعث میشه که بینش اخلاقی و روحانی ما معوج بشه، کج بشه و در نگاه خدا اون فرد گناهکار مورد رحمت بود، حالا که در نگاه فریسی باید از اون گناهکار فاصله گرفت. فریسی رفت جلو، اون عقب موند. فریسی فکر کرد که من خیلی خوبم، باید از این فرد فاصله بگیرم. ولی خدای ما، خبر خوشی که من میخوام بدم و با این خبر خوش تمام بکنم این جلسه رو، اینه که خدای ما دوست گناهکارانه. او دوست من و شماست. اگر خودمون رو گناهکار بدونیم، اگر خودمون رو پاک بدونیم، خدا از ما فاصله میگیره. ولی اگر به گناهان خود نزد خدای قادر مطلق اعتراف بکنیم، او که دوست گناهکارانه با ما دوستی میکنه و او که دوست گناهکاران هست به خاطر گناهکاران بر صلیب رفت، همون که روز سوم از مردگان برخاست، گناهان ما رو به قوت خودش میبخشه. دعوت میکنم از شما عزیزان که با فروتنی به گناهان خود نزد خداوند اعتراف کنید و ایمان داشته باشید که او آماده است که گناهان شما رو ببخشه. به نام عیسی مسیح. آمین.